خربزه خربزه و هوا به حد گرمه سودا رانی به حد زورای شما دیم لایک ابجا قاقا جان بالگر 3 کیلوش 10 سوم قاقا جان بالگر ده خونی ای چند برای تو 3 سومی نه نمیتونم خرید میگیرم 10 کیلو قاقا جان خرید نمیشه نفهمیدم این 3 کیلوی 10 برای تو 3 سومی نه 4 کیلو اجازهتون دادن نه اجازهتون دادگی نیست پدرم هم جواب گو امروز 3 کیلو دهیت یک من شما را 3 سومی تربوزه خربزه برادران هم مار پری تربوز خربزه زردولی 6 سوم سودا شد چند قیه اینا برادر تربوزه میچخی سر خواهی دم یا لایکی را بجخی شیر بچه یا لایکی را کب بجخی بازی خاک سودا کنیم اینجا بالگر بودنین گواردگی هم برادران سودا کنم میرم جوان میپرسم نرخ اما این فیرم اینم میپرسم ای کبجه خیلی اتش 10 سوم دونش 4 سوم نرخوش خیلی بابی پامیدور مایده که چندی که یک نیم های پامیدور مایده را یک نیم سوم میگه کام یا لایکی را بجا که 8 کسیم یا لایک های خوب انشاءالله میمون باشه امیتی یکه عبدالرحیم همیش مولایکم داگه دیگه هیچ کنم داست گرمی را بینه سلیوه را چندی که خلا؟ یک نیم سوم کیلو شد سلیوه را یک نیم خلای شفتالی را چندی که؟ شفتالی چندی که؟ شفتالی 4 سوم ها؟ همسمه چوری بگی بخیبتیم نه یا پرسیدیم گفتن یا پرس نه گفتن یا پرس کو چندیه 3 کیلو 10 سوم بگی نه که سر بیا میره 5 اگر بتد مرا چی اوه برام باگر اینا برادران نرخ نوا سلام و علیکم و سلام اپا بالگر پامیدور بودرینگای خوش آمده تربوز ای 5 سوم سر میشه تو 10 سوم تربوز سرخ یا مرحمت اپا بالگر بودرینگ
وين خاب بولق خرگوش حتی درست گپ قینه او بعدم تیز کسل میقفش اما خاطر در این باره هیچ گفته نمیتونم خرگوش تیز مزش میگریزه خوش آمده لایک اب جکه کو و علیکم السلام و رحمت الله الحمدلله شما سوزه که اینجا سلامتیت خوبه تعرف زای 5 سوم تا 10 سوم یکا Ana mamu ayra pompa. Keş ayam karanlığı. Agar yak stalovi do'stlar mana سلامت باشه کجان رحمت کلام رحمت او بر تماشا کنی راحت کنی این تربز خربزه و هندلک هم بسیار یکی که ای 5 سوم سر میشه تربز تا 10 سوم نه هندله 3 تاش 10 سوم 4 سوم دونش هر خیلی نرخ خوب انشالله رحمت کلام بخیر چه قپیدم لایک هزار رحمت انشالله میرم و علیکم السلام و رحمت الله با روز یکشنبه انشالله میرم ماشین بازار ناو پارت افتادیم دامی کانال دینا ابیتی پارت افتادم ماشین بازار هم نرخی تراکتور و ماشین بورکش هم زوره بدروی تماشا کنه خواهد بازار کلام ندارم افیر مینم همه کسا بدروی تماشا کنه راحت می نرخ نوارا گپ میزنم همشه باید در امان اختا باشه